در این دنیا برای انسان چه در کار است؟ قصر نه، در کار نیست قصر با خشمت، قدر در کار است، به منت قدر. گر قدر خود را نیابد، قبر در کار است، تین چکک قبر. آدم زاد از همه چیز سیر شدنش ممکن، از بایگری، از عمل، از شان شهرت. خدا خودش بخشد و حتی از حیات هم دلگیر شده می رود آدم زاد. در دم پیری از تحت دل خدایا امانتت را گیر گویان می رود آدم زاد. بینید از همه چیز سیر می شده است آدم زاد، تنها از یک چیز موسر، این هم باشد مهر مادر. اما ما این را قدر نمی کنیم. لحظه می شود که ما یک سخن شیرین را از او دریغ می داریم، حال این که یک سخن شیرین، یک ذره سخن کی را کشته است که ما از او دریغ می داریم. بعد از سر او بعد به قدر او می رسیم، زار می گیریم. ندانستم، نفهمیدم آه قدرت مادر جان. حال این که غمخوار و غم شریکان از موی سر زیادند، اما بر روزی سختی خالی است جای مادر. هیچ کس جای مادر را گرفته نمی تواند. بینید مادر در قبر هم باشد بچه‌ام می گفته است فرزندم، اما بعضی فرزند باشد یک بار مادر نمی گفته است. دل مادر برای فرزند، دل فرزند با دیگری بند. قبر مادر را که زیارت می کند؟ ملخ و شپرک ها، اما به یاد فرزند نمی آید. این سخنان را آنان خوب درک می کنند که مادر گم کردند. خوب بدان که 100 نماز و روزه زیاده هم داشته باشیم، اگر مادر راضی نباشد یقین دان که خدا ناراضی است. زیرا بهشت زیر پای مادران است. بینید اکثر مردم ما در شهر مسافرند و از این مادر دورند. پس سرود من برای آنانی که زی مادر دورند. ز تو دورم برای تو، دلم گم میزند مادر. ز تو دورم برای تو، دلم گم میزند مادر. برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خندت بینم شود 100 درد تسکینم. اگر یک خندت بینم شود 100 درد تسکینم. دیگر بر خنده های تو دلم گم میزند مادر. دیگر بر خنده های تو دلم گم میزند مادر.
مطلب سرودی زندگی بر لب روانم از پی مطلب رها رهبر دعای تو دلم گم میزند مادر رها رهبر دعای تو دلم گم میزند مادر اگر یک خندت بینم شود صد درد تسکینم اگر یک خندت بینم شود صد درد تسکینم دیگر بر خنده های تو دلم گم میزند مادر دیگر بر خنده های تو دلم گم میزند مادر